هرچی بگندت نمکش میزنن. وای بان روز که بگندت نمک. حکومت افغانستان عزت نسبی را هم که داشت از دست داده است. امروز در قصر شاهی بریتانیا رئیس جمهور افغانستان با عنوان فاسدترین رهبر جهان معرفی می شود. آقای غنی، شما مغز متفکر دوم جهان هستید. چرا به این پیمانه تحقیر شده اید؟ خوب 5000 سال تاریخ دارید، اما تاریخ را چگونه نگاه کردید؟ امروز در محافل سیاسی سران جهان از افغانستان با عنوان فاسدترین کشور جهان نام برده می شود. و چه کسان حکومت را گنده و فاسد ساختند؟ آنانی که قانون اساسی را زیر پا کردند و سالها یک شخص را سرپرست گذاشتند، آنانی که برای پایتخت خود شهردار تعیین کرده نمی توانند، و آنانی که انتخابات را گنده و فاسد ساختند، و آنانی که فریاد زدند که معامله نمی کنند اما معامله‌گر بزرگ بودند، و آنانی که تشنه قدرت هستند و رأی مردم را به معامله گرفتند. اما امروز در قصر بریتانیا شما را به مسخره میگیرند، زیرا شما نمی توانید که امنیت را تأمین کنید، حتی نمی توانید که کابینه خود را تکمیل کنید، حتی ریاست مبارزه با فساد اداری رئیس ندارد و صلاحیت نظارتی این نهاد را گرفته اید. آنانی که شما را فاسدترین رهبران جهان میخوانند میدانند که میلیون ها دلارشان در این کشور به هدر رفته است. میدانند که شما آقای غنی و عبدالله اندکترین کار برای این مردم نکرده اید. میدانند که طالبان را مهار کردن نمیتوانید، که همه چیز در افغانستان را حالا به سلیقه های شخص دو نفر پیش می رود، نه بر اساس برنامه. به هر حال تا دیروز مردم میگفتند که رهبران فاسد، اما امروز خارجی ها هم فهمیدند که چه کسان فاسد هستند. دقیق آنانی که نتوانستند که حتی یک تن از مقامات را به اتهام فساد به دادگاه بکشانند، حتی آنانی که در حکومت گذشته فساد پیشگان بزرگ بودند، امروز در آغوش شما رهبران یا سفیر شدند یا وزیر و کوچکش مشاور شما هستند. عجب، با احترام کامل به صداقت در حکومت وحدت ملی و به برخی از چهره ها چه مشاوران فاسد داشته باشید. به هر حال زمان خنده های بلند و استفاده از احساسات مردم در خیمه لوی جرگه گذشته است. کم گریه کنید به حال خود.